میدونستی حتی بعد از مرگ مغز انسان هنوز چند دقیقه فعال میمونه؟ خیلی فکر میکنن وقتی قلب متوقف میشه همه چی تموم میشه، اما حقیقت عجیب تره. مغز حتی وقتی بدن دیگه زنده نیست هنوز کار میکنه. تحقیقات پزشکی نشون میده که بعد از توقف قلب سلول‌های مغزی برای چند دقیقه پیام‌های الکتریکی ارسال میکنند. این یعنی نتیجه تجربه نزدیک به مرگ، مثل دیدن تونل نور، خاطرات سریع زندگی و احساس آرامش، واقعی تر از اون چیزی هست که تصور میکنیم. بعضی افراد حتی میگن احساس میکنن که از بدنشون جدا شدن و دنیا رو از بالا میبینند. یک پزشک مشهور آمریکایی بیمارانی که دچار ایست قلبی شده بودند رو بررسی کرد و متوجه شد که تجربه نزدیک به مرگ اغلب شامل دیدن تونل نور، صداها و نورهای عجیب و حتی خاطرات زندگیه. دانشمندان معتقدند این اتفاقات نتیجه فعالیت مغزی ادامه داره بعد از مرگ، حتی وقتی بدن دیگه کار نمیکنه. حتی تا 5 دقیقه بعد از توقف قلب سلول‌های مغزی هنوز انرژی تولید میکنند و سیگنال میفرستند. و جالب بدونی بعضی از بیمارانی که دوباره احیا شدند میتونند جزئیات پزشکان و اتفاقاتی که در طول ایست قلبی افتاده رو توضیح بدند. حتی وقتی به نظر میرسه چیزی یادشون نمیاد. پس حتی وقتی بدن دیگه زنده نیست مغز هنوز بیداره و اطلاعات رو دریافت میکنه. تصور کن چه چیزهایی ممکنه توی این چند دقیقه تجربه بشه. آیا خاطرات زندگی مرور میشن؟ آیا حس آرامش واقعی هست؟ این سوالات هنوز بی جوابند، ولی ثابت میکنند که مرگ آنی و مطلق نیست. تو میتونی تصور کنی مغز چه چیزهایی رو تجربه میکنه؟ تا حالا کسی تجربه نزدیک به مرگ داشت تو که شنیدی؟ نظرت رو برام کامنت کن. اگر دوست داشتی ویدیوهای بیشتری درباره عجایب مغز و مرگ ببینی کانال رو فالو کن و زنگوله رو روشن کن. یادت نره منو سابسکرایب کن.